درست است. شما در لوکیشن رسیدین؟ در موقعیت رسیدین؟ بله موقعیت داریم، انشالله ما تصویر میزنم بر شما. درست است. و پدر جان هم همراه شما هستن؟ بله همراه ما هستن، حضور دارن فعلا. بسیار عالی. خب پس اگر آماده هستین که تصویرتان را بزرگ بسازم و گوشی را به پدر جان نجیبه شهید تسلیم نموده که صحبت ها امروز داشته باشیم. درست است کابلی صاحب، درست است. ما تسلیم میکنم، شروع کنیم. بله کابل صاحب، سلام علیکم صاحب، خوب است؟ السلام علیکم پدر جان عزیز، خوب هستین؟ انشالله سلامت هستین؟ خیال دارید شما خوب هستین؟ دوستا کلگ خوب هستین صاحب؟ سلامت باشین، سلامت باشین پدر جان عزیز. با امید خوشی و سلامتی شما به برنامه خوش آمدین. شما در برنامه لایف هستین، دوستا شما را تماشا میکنن. اول کوشش میکنیم که تصویر شما را بزنیم که شما تصویر داشته باشین و میتونین که در مورد قتل دخترتان و یا نجیبه شهید گفتنی های داشته باشین و حقایق به مردم وطنتان بیان نمایین. انتی قنبرست عزیز. درست شد، درست شد. آجی صاحب انشالله اترامات دوباره خوب و خوش و صحتمند باشین. فامیل محترم انشالله خوب هستن، شما خوب هستین؟ شکر خدا، شما دوستا زنده باشین، سلامت باشین. یک جان تشکر از لطفتون. سلامت باشین آجی صاحب عزیز. اگر امکان داره که در یک موقعیت درست برین، چون موتر در حال رفتار است، به انتقام پرست عزیز بگوین به دوستان. انتقام پرست عزیز موتر در حالت رفتار است. ما فکر کنم که یک گوشه یک جای شما متوقف کنین تا ما بتانیم درست صحبت بکنیم. صحبت کنین کابلی صاحب، انشالله صدا درست است. اینترنت نان یک ذره انال درست است. فقط موتر در یک جای استاد کنین که ما بتانیم راحت صحبت بکنیم. درست است، درست است. یک موقعیت خوب تر ببینیم انشالله استاد میکنیم. شما سوالاتون ادامه بدین. کاکا جان شما میتونین صحبت هایتان آغاز نمایین از اول قتل. با سوالی که من از شما دارم، با یک سوال ما همه گفتمان خود را آغاز میکنیم. کاکا جان عزیز، وقتی که نجیبه به قتل میرسه، اولین نفری که نجیبه شهید را در خانه میابه یا پیدا میکنه کی بود؟ کدام شخص بود؟ آیا میتونین گفتنی داشته باشین در این مورد؟ ولی یکی از دوستای همسایه‌شون که یک زن بود که اولین نفر همو رسید در بالا سر مقتول، و بعدا دو تا بچه‌م بود که آمدن و سوم نفر خودم بودم که بودم روی زمین بود. خون 4 بر از گرد و برش ریخته بود و القام همونجا انداخته شدگی بود و فعلا دیگه بعد از او کس دیگه اصلا دمو ساعت نرسیده بود و او را هیچ کس نه در درخت دیده بود نه القاوز بود. او دم روی زمین بود، از دو تا دماغش از بینیش خون آمده بود و او اول ضربه خورده بود که تا دختر خوردش میگه که تا وقت جره بس کردن که تا ایره پدرم امرای دسته اونگ وار کرد پس گردنش خورد. بالاخره ای افتاد از دماغش خون آمد دیگه. جر بسشون بسیار زیاد شده تا 2 بجه شب یا کم یا زیاد. بالاخره او را گرفتن و بر خطا شدن و نمطور گرفتن خودش به مو شکل بیرحمانه به قتل رساندن و خفکش کردن به مو حلقه. کاکا جان عزیز، طبق گفته های شما زن همسایه ایشان را پیدا کردن. آیا در شب قتل اعضای خانواده یعنی فرید و مثلا خوشوی نجیبه شهید، سنویش و یا هم نواسایت نوید و روحیت و یا هم دخترایش در اوجه موجود نبودن که زن همسایه آمد میت یا جسد پیدا کرد؟ اینا تمامانش موجود بود در موجودیت تمام اعضای فامیلش. همین قتل صورت گرفته بود تا 2 بجه شب در جربست شده بود.
قتل میرسه و یکی حتی یک گریه نمیکردن و هیچ چطور در موجودیت 8-9 نفر این قتل صورت بگیره و کلش خود ناگهان ناگار پرته که فرض ما خبر نشدیم، ما در خواب بودیم، می رقم بودیم، او رقم بودیم، نظر بانه غیر قانونی میکنن. سوالی که به تمام وطندارا پیش شده کاکا جان عزیز که از من هم بار اینمی سوال شده و از دوستای من بار سوال شده، دلیل اصلی قتل نجیبه شهید چی بوده؟ آیا برای شما معلوم است؟ دلیل قتلش اصلا فقط صرف جربس همین سنوی شمرای از این خوشیش که نجیبه نام که دختر مسته امرای ازی امرای سنوی خود جربسشون شده بود. بانجویی کرده بوده که سال چرا امرای مامای خودی امرای مامای خود میکردن این و آن اوقات نجیبه شهید تلخ کرد. پدرش هم امی شاور. خب دوستای عزیز اینترنتشون یک ذره مشکل داره، من فکر میکنم که جای گوشه کنن خوب است بود و زد و خوردشان شده بود. بالاخره اینمی بود که جنگ نو خشوع کدام چیز دیگه در بینشان به مو شب وجود نداشت و قبل از او چندین بار همه مناقشه بینشان صورت گرفته بود اما موضوع قتل در میان نبود و امشب که به او اندازه رسید که حتی است و این کاکا جان عزیز یک لحظه اگر توقف بتین موتر در یک جای چون صدا بند میشه. انتقام پرست عزیز صدا بند میشه، لطفا موتر یک جای توقف بتین. دوستا بخشش باشه که برای ما زنگ هم زده و یک بچه شو. کاکا جان عزیز لطف میکنیم امی موتر یک جای به ما راننده بگوین که یک جای موتر گوشه بکنه در یک جای درست که ما بتونیم درست صحبت بکنیم چون صدایتان قطع میشه. متاسفانه که اینترنت های افغانستان این رقم است. دوستای عزیز با کمال معذرت یک ذره صبور باشیم، یک ذره حوصله داشته باشیم و ببینیم که در یک جای درست اگر میتونن اینا توقف کنن. کاکا جان عزیز شما فعلا در کدام نقطه قرار دارین؟ لطف کنین بگوین ماشین موتر در یک جای پارک کنن. ما در موقعیت نوبرجی چلستون فعلا قرار داریم و حال فعلا موتر در گوشه پارک میکنن، بعدا شاید آواز یک ذره خوبتر بهتر بیاید. ولی در این نقطه که هستین نمیشه اگر یک جای درست بتونید پارک کنین موتر چون حال صدایتان بهتر شد. درست است کابل صاحب، فقط یک جای موقعیت بگیریم که شما قدر روی دور آمدین شما قدر روی دور آمدین یک موقعیت درست پیدا نکردین چون وطنداران منتظر هستن عزیز برادر. تان درست جانم متد موقعیت که آجی فعلا در جایی که هست یک پارک کنین چون صحبت ها رو باید ادامه بدین. چپ بگیم میسونه این چپ بگیم بغل سایه ادامه بدین. کابلی صاحب درست شد. خب قدر جان عزیز شما فعلا چند روز شد که دوستای ما همراه شما یک مصاحبه کوتاه داشتن و همون روز از محکمه آمده بودین. آیا کدام خبر نو از فرید است؟ آیا فرید دستگیر شده یا خیر؟ و اگر دستگیر نشده آیا کدام خبر جدید دارین که میتونه کجا باشه یا کجا نمیتونه باشه؟ بله خبر جدید همی است که صاحب یک 2 روز
پیش یک کاکایش از به اسم سید آمد شاه برای ما زنگ زده که نوید سید میلاد از توقیف شما ابرا بتن که اونا اعلام شوه. ما فرید براتون حاضر میکنم. فرید گفته که اگر 2 بچه ما آزاد شوه ما میایم خدا تسلیم میکنم. ما گفتم قبل از اینکه آزاد شوه او بیای خود تسلیم کنه، ما همراه بچه‌هاش فرض مثال کدام ادعای قتل نداریم، و هم متهم هستن چون در جرم شریک هستن اما قاتل نیستن. قتل صرف بابیش انجام داده و تمام اعضای فامیلش در این قتل مجرم هستن، چون خود حقایق پنهان کردن، کتمان کردن، حقایق نگفتن. کابلی صاحب ای فقط خونت قتل مطلق همی غلام سخی نام کرده که حال فعلا فراریست. ما گفتم اول او بیای خدا حاضر کنه تسلیم کنه، بعدا ما 2 بچهش ابرام میتم. فرق نمیکنه که اونا بیرون شون سرپرستی فامیل خدا کنن، صرف تو در قید زندان می باشه، به خاطر از که یا چندین بار از زندان چندین بار از بیرون برای ما اخطار روان کردن که ما چقدر وقت در زندان خاط ماندیم. ما برایم تمام اعضای فامیل تا به قتل میرسانیم، متر میکنیم. یک دختر به نام مریم است که دخترش است که نواسه ما میشه، او برای ما اخطار روان کرده و از پل چرخی که همی روید است بچه خوردش که دم روز اول هم که امو چیز در میدان افتادگی بود مقتول، امو سر 2 بچه ما کارت کشید گفت اگر ما که تمام اعضای خانواده شما را فرض مثال ما از بین نبردم، من نواسه میر غلام نبی نیستم، که با منجا مرا بسیار عصبانی کرد. خب پس تهدیدایی که به علیه خودتان صورت گرفته کاکا جان عزیز، آیا شما همین تهدیدا را به ارگانهای امنیتی رساندین؟ ما همین تهدیدا را به اوزام تا دمو وقت ما که عریضه خود پیش کردم همین تهدیدا را برشان گفتم که از طرف زیا معینی رقم تهدید شدیم و گفت که ما بررسی میکنیم. دیگه معلوم نیست که فعلا در تحقیقات خود در تحقیقات جنایی 2 بچه از چی گفته و چی نگفته ما در جریان نبودیم و از ما تحقیق شد، از او تحقیق شد، از بچه‌هاش دمو روزه که اول که فرزن چیز آمده بود، جنایی آمده بود، تیم بررسی آمده بود، کلشان از نام تحقیق علایده تحقیق گرفت، از ما هم علایده تحقیق گرفت. دیگه و هم گفتن یا خدا گفتن، ما هم گفتن یا خدا گفتیم، همین چیزها را برشان یادآور شدیم. بله ها. خب برادر فرید برای شما زنگ زد یا کاکای فرید که گفت اگر اولادا را یا روید نوید ابرا بدین فرید را به شما تسلیم میکنیم؟ فرید که مشهور به فرید از غلام سخی اصلا نام اصلیش، شوهر نجیبه شهید و همچنان متهم قتل. بله این کاکای فرید به اسم سید آمد شاه است که یک بار نه که تابال 3 مراتب برای ما زنگ زده و 2 مراتبش صدایش اوجا داریم، همو تاریخش هم قید کردیم و دین روز هم برای ما زنگ زد. دیروز چند شنبه بود؟ دیروز دوشنبه بود. در روز دوشنبه هم برای ما زنگ زد که برای امی بچه ها را توی علاقو که به خاطر از که این خانمش مچم چیز است، حامله است، این رقم است، او رقم است، چیز است، امر اعلام کنن، ابرا بتن. ما گفتم درست است، ما ابرا میتمش علاج میکنم به شرط که همین پدر از زیر شما حاضر کنین. هر دقیقه شما همراهش به تماس هستین، همراه پدرش، دخترش به تماس است، دامادش به تماس است، خودت که کاکایش هستی به تماس است، جای بودنش، جای دیگهش. شما یک قاتل صد اخفا کردین، مخفی ساختین، شما باید تکوره 100% حاضر کنین، بعدا ما بر اون امور ابرامتون مسئله نداره. گفت ما چیز است. بله بفرمایید ادامه بدین. گفت شما اولی رو اعلام کنین، بعد از اون ما این حاضر میسازم. گفتم این عجب گپ است، شما این 2 بچهشان که من اعلام کنم فعلا پدر از این باید است در تابال وقت دستگیر میشد، در طول 40 روز یا 42 روز یا 43 روز شد،
باید این دستگیر میشه، چون این خارج از کشور نرفته، دمی وطن خود ما یا در خانه دامادایش است یا در خانه خواهرایش است یا در خانه همی کاکایش است، دیگه جای دوری نرفته. اگر دامادش، دخترش، فرزندمی کاکایش، این 3 نفر یک روز دستگیر شوه و از یا توسط از یا امروزه فرید حاضر رو پیدا میشه. ما گفتم خیلی رقم که هست، ما چطور است و چه کار است، تو یار علاقو باز ما و شما بعدا میشینیم گپ میزنیم. ما گفتم هیچ امکان نداره و رقم بیر اعلان کنم که ایدتان بگروزه دیگه خون شهید اما تو پایمال شوه و این رقمی بیرحمانه کشته شده. این خو یک جنگ نیست که ما و شما بشینیم بین هم دیگه صلح کنیم. دیگه باید به پنجه قانون سپرده شوه، این به جزای اعمال خود برسه که تا دیگه از این کار از این طور حادثه عبرت بگیرن. دیگه بعدن میگه که خب با دوی مورد ما شما گپ میزنیم. ما گفتم ما صدای تصحف کردیم در تلفن خود، تو از این کار انکار شده نمیتونی، تو جایش برات معلوم است. تو که وقتی که فرض مثال از اوجا کتش به تماس نباشی، گپ زده نباشی، دیگه چطور تو میفهمی که فرض مثال فرید بر ما گفت ما میایم خدا تسلیم میکنم بچهای مرا اول اعلان کنم. گفتم باید است که 100% مهور سر تو پیدا میکنم، سر دخترش پیدا میکنم، سر دامادش پیدا میکنم، به هر شکل شود توسط دولت. کابلی صاحب بزرگوار، یک موضوع دیگه که حاجی صاحب زیر تهدید است، شدیداً زیر تهدید است و همین وقتی که میرفتیم ما که اینا را ببینیم یک کمک به مشکلات هم برخوردیم. اینا ترس راز دارن از اینکه کدام کس سرشان حمله نکنه، به او خاطر زیر تهدید شدید هم هستن. آیا اینمی قضیه را کاکا جان شما با ارگانهای امنیتی برقرار کردین که شما شدیداً زیر تهدید هستین و همیشه در این فکر هستین که گویا سرتان کسی حمله نکنه؟ بله ما فقط در محکمه هم همی گپ خود زدم و در اوزام روز اول هم همی که عریضه خود پیش کردیم بر اوزه همی گپ زدم و تابال ما خودم در گاهی فرزند در چیز میدوم چهاراسیا، گاهی در چیز هستم تحقیقات جنایی، گاهی در محکمه، گاهی در جنگلک، در محکمه جنگلک، گاهی در حساب تذکره کارت پروان سرای شمالی. نمیتون مرا سرگردان لالهان هستیم به خاطر از اینکه میگه وثیقه جور کو، وراثت خط جور کو. این پشت از این کارها مرا سرگردان ساختن. گرچه من خب مال تقسیم نمیکنم که کتی ورثش که من وراثت خط جور کنم. هم نفرم رفت، هم تاوانم شد، هم پیسیم رفت، هم تکلیف قلبی دارم. قلبم عملیات شدگی 3 وال قلبم اسپرینگ تیر است، ما گشتن نمیتونم، ما قدر در صف انتظاری نمیتونم در این گرمای شدید ما استاد شوم. دیگه اینا باید از دولت برای ما دل بسوزانه یک اندازه. دولت مهربان است، دولت اسلامی است، دولت شریعت است. ما مجاهد هستیم، مسلمان هستیم الحمدلله و اونا هم باید غور بررسی در مقابل قاتلین بسیار توجه کنن و از ما غور بررسی کنن، حق به اقدار برسانن. کاکا جان عزیز، یک بار دیگه به خاطر که دوستای فراوان در کامنت ها سوال دارن که دلیل اساسی قتل نجیبه خانم شهید چی بود، یک بار دیگه اگر درست وضاحت بدین که دلیل اصلی قتل دخترتان چی بود؟ دلیل اصلیش فقط صرف در نمو شوه که فرض مثالی به قتل میرسد، صرف جنگ سنو خوشو بوده، جنگ سنو خوشو بوده و بعدا فرید آمده همی خانم خود لط و کوب کرده، پشتی سنوی خود گرفته. همه سنویش به نام رخسار است که پشتی از امور کرده. بازی در یک واده شو نجیبه در خانه ما می آید، در خانه ما می آید. حتی ما پرسانش کردم که در این واده شو چطور تو آمدی در خانه ما دخترم؟ میگه ما آمدم که فرید مرا فرزند تهدید کرده بسیار زیاد، نگفت که مرا لط و کوب کرده، چون ما همون شو کارت نویسی و روغن نویسی یک بچه دیگه بود و نخواست که ما جگر خون زیاد شویم و همین نویدنام بچهش در خانه ما بود. از اموج بچه خود بچهش گفت من میبرمش، مادرم دیگه نمیمانم که
فرزن پدرم ایرا جگرخون از زیاد بسازد دیگه ما و برادرم مانع از امو گفتگویشان میشیم نمیمانیم که از زیاد دعوایشان ادامه پیدا کنه ما از اموجا بردش و نمو بود که صبح رفتیم که به قتل رسیده کابلی صاحب بزرگوار قتل اصلا توسط امو آونگ صورت گرفت البته با ضربه آونگ صورت گرفته بعد از اینکه قتل صورت گرفته اینا حیران ماندن که ما چه رقم میره کتمان کنیم و مجبور شدن که خانم نجیبه را بیرحمانه به دار بکشن و تا که معلوم شود که اینا خودشان خودکشی کردن در اصل قتل توسط امو دسته آونگ که ضربه بالای سر میخوره صورت میگیره بله درست گفته می شود که در وقت جنازه دختر نجیبه خانم که دقیقا معلوم برای من نیست که یا ستایش است یا مریم میگه فغان میکنه یا فریاد میکنه که مادر ما کشتین و یک تن از اعضای خانواده فریدنام میایه و دهن او را میبنده یا ایست که میگه چپ شو یا گپ نزن به یک سیستم دهنش میبنده آیا این گپ حقیقت داره پدر جان یا خیر؟ بله بله یک دخترش به نام ستایش که دختر خودش است تقریبا وام سندش یکان 19 ساله است و نمو در گریان خود همی گپ میزد که فرزند مادر مرا به قتل رساندین این رقم بسیار داد فریاد میکرد اول بعدن همو یک همیش بود همو همیش آمد دانش بسته کرد و گوشه بردش در دیگه خانه که دیگه چوب باش گپ نزن دیگه پارا نزن بعدن اونجا برد خانه علی دیگه فهماندش که مادرت به قتل نرسیده اعتراض فرزند که ذوف کرده چوب تا دیگه بعدن او را کل گپا را فهماندن مخصوصی کردن بالاخره حتی بچهایش حقایق کلش کتمان کرد که ما در خواب بودیم که یک 10 نفر اعضای فامیلش در اوجا باشه و یک نفر به قتل برسه در یک جای خورد که فرزند حتی دروازه یک واز پیش شود مردم از خواب بیدار میشه در گرمی چون ورسی ها واز از درخت 1 متر یا 1.5 متر در پیشی ورسی قرار داره و درخت هم بسیار پخش است دیگه چطور یا خبر نشدن در خواب بودن از یک ساعت حقایق کتمان کردن گفتن که ما خبر نداریم خب کاکا جان عزیز سوال دوم در اینمی نقطه وقت جنازه یا میت یا شستشو که میکنن یا ایست که هر حالتی که بوده عروسش رخسار میگه هر کس خوشوی خود را کشته نمیتونه ما کشتیم آیا این گپ حقیقت داره اگر حقیقت داره چه کسانی دقیقا همین گپ شنیدن؟ همین گپ تقریبا چندین نفر از دمو جنازه که بودن دمو وقت که حضور داشتن یعنی همین گپ از زیر شنیدن و تایید کردن درست و این نفر از اعضای فامیل شما به این گپ معتقد هستین که سرمانجه فساد یا اینمی فساد قتل از طرف رخسار صورت گرفته؟ بله 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 چند درصد یا چند نفر از اعضای فامیل شما مطمئن هستین در این سال؟ ما تقریبا 80% ما مطمئن هستیم که همین قتل توسط جهر واسه که توسط زمین سنوی شده همین قتل صورت گرفته که 100% گفته نمیتونیم 80% عامل از این قتل همین جنگ سنو و همین خصوص بوده. آیا در گذشته ها جنگ های کاملی یا جنگ خشوع و سنو یا خشوع و عروس بین نجیبه شهید و رخسار صورت گرفته بود و یا خیر؟ جنگ بینشان صورت و جنگ یکی دو بار صورت گرفته بود به طول یک سال چند ماهی که از آرسیشان گذاشته بود یکی دو دفعه جنگ لفظی کرده بودن اما به این اندازه فرض مثال جنگشان دوام نکرده بود که فرضاً زیاد جر بازشان کلان شده باشه و موضوع بود که جنگ کردن و تقریبا یک شب یا دو شب با هم دیگر جنگی بودن صبح پس همه را آشتی کردن
و هیچ موضوع در دلشان کدام کینه و کدورت نبود و صرف این دفعه اینمطور یک جریان پیش آمد که امی خسرش پشتی سنوی خود کرد و اخطار داد که چرا امی بچیم سر که نوید نام چرا کت مامای خود میگرده و چرا کت حق نداره و در شینی خوری برادرتان تو حق نداری که بری که یک شینی خوری اگه بچه دیگه بوده او رو به او اخطار داده بودش دیگه. البته که برادرش بوده دلش درد کرده قضیه را اما تیزر جیلیتر ساختن. گفتم ما برادرم از خانه پدرم از خانه برادرم من از تو از پدرم از برادرم تو جدا کردن نمیتونی باید ما در این موضوع خوشی اجرا کنیم. بود که خوشی را به غم تبدیل کنم. کاکا جان عزیز دلیل ای که رخسارنام یا عروس نجیب شهید فعلا در قید نیست چی است؟ میتونین یک تحلیل کوتاه داشته باشین؟ ما در روز اول هم میگه ما یادآور شدم که باید که تمام اعضای فامیل ازی باید در روز اول در زندان می بود به خاطر ازی که از یا یکا تحقیق می شد از هر کدام از یا پرسان می شد حقایق زودتر روشن می شد. از دخترش علایده پرسان می شد از سنویش علایده پرسان می شد از مادرش علایده پرسان می شد و مادرش همین شهیده که در میدان در افتاده بود موقع زنا قشت موقع هم کس بستن نکرده بود او رفته بود همین خمیر خود زغاله میکرد حتی هیچ اشکش پایین نمیشد و تا آخر که میت شسته شد و برده شد و از طب عدلی آورده شد و به خاک سپرده شد این خصوص یک قطره اشکش نریخت همین مادر فرید. دیگه حقایق برای کلش روشن است و هیچ کس در او خانه از یک سر نمورده بودن خو نبودن حتما 4-5 نفرش بیدار بوده. حالا ما بعض اوقات یک شرفه میشه یک نواسه کم بعض شوا در خو یکان دفعه میخیزه که مجرده که میخیزه یا ما یا خانمم بیدار میشه که کجا میری چی گپ است چرا خیستی. اما او قدر طرق و پرق و قتل صورت بگیره و شط پت شو و چیغاس و غالمغال شو و از یک سر کل گیره مرده وره خو بری غیر ممکن است. غیر ممکن است. پس قصه از این قرار است کاکا جان عزیز که اینا پلانای خود گرفتن خوب سعی مخشویی همدیگر را کردن اما بعد میت به حساب طور ترجیح دادن که گویا خودکشی باشه که خدا میزنشان و حقیقت هم برملا میشه و این قصه قتل می باشه و خودکشی نه و فرید نام یعنی غلام سخی مشهور به فرید شوهر قاتل نجیب شهید هم فرار میکنه و 2 تا پسرش هم در قید ارگان های امنیتی می باشه. فعلا دقیق است همین رقم؟ کابلی صاحب یک موضوع دیگه است که من برای حقوقدانا میفهمین که در تماس هستم به اونا که حکایت کردم گفتن که کسایی که در خانه حضور داشت کلش تمامش شامل قتل است هیچ کدامش بیرون نیست تمامش حضور داشته و تمامش به صفت قاتل شمرده میشه یا همکار قاتل. دقیقاً باز هم همین سوال خلق میشه وقت شما اعتراض نمودید یا وقت شما به ارگانهای امنیتی گفتین که چرا بقیه اعضای خانواده که در شب قتل موجود بودن گرفتار نشدن به شما دقیقاً چی گفته شد؟ برای ما امو روز که اینا آمدن بررسی کردن و اینا را بردن 2 تا بچهش بردن باز ما برشان همین گپ یادآور شدیم گفت ما چون امروز پلیس زن نداشتیم و نبود دفتنی آمدیم اگه یارم می بردیم دیگه همون ما گفتیم فرض شاید 1 ساعت بعد 2 ساعت بعد یا صبح یا برده باشن دیگه ما در غم فاقداری و غمداری خود بودیم دیگه اونا شاید تحقیق کرده باشن از و یا نکرده باشن دیگه ما از ارگانهای امنیتی کشفی استخباراتی خواهشمند هستیم هر چیز زودتر باید از در گرفتاری و کشف از این کار زودتر اقدام کنند.
کاکا جان عزیز، یک سوال دیگه. فرید دقیقا چی وقت فرار میکنه؟ فرید تقریبا ساعت 4 نیم بوده یا 20 کم 5 صبح بوده که او نمودم تاریکیگه که شب تیره به قتل میرساند، دلش که جمع میشه که نفس خود به جانان سپرده، بعدا بچه های خود استاد میکنه و خودش هم فرار میکنه. خب بعد از اینکه شما جسد میابید فرید دیگه نمی باشه؟ نمی باشه، نه خیر، نه نمی باشه. و همی بچه هایشه که ما پرسان کردیم که کجاست ری بابت، پدرت کجاست؟ گفته پدر ما چی میکنی؟ هم بچه ریزش میگه اینه ما پدر خود ما گوشه کردیم، ما یک طرف روانش کردیم. فهمیده هر چی که میگن اینه ما هستم، معذر هستم، ما اگر بسیار بگوییم والا چند تای دیگه تا میکشیم. رفته بود سر 2 تا بچه ما کارت کشیده بودن، بچه ریزش به نام سید میلاد است. کاکا جان عزیز، آیا دخترش مریم نام در شب قتل در خانه موجود بود یا خیر؟ نه خیر، نه خیر، مریم هم موجود نبود، سوسنش هم موجود نبود، سومنش موجود بود، ستایشش موجود بود، سنوش موجود بود، خوشویش موجود بود، 2 تا بچهش موجود بود، خودمی غلام سخی موجود بود، دیگه تقریبا 8-9 نفر موجود بودن. و اینال هم فرزند که بعض اوقات ما در غمداری و دویدن و مردهداری و در فاتحه داری استیم، تمام روز، یک روز بعد 2 روز بعد کیان داماتش کت سوسن و همی ستایش و خانمش کت اینا برنامه میگیرن راجع به می نجیبه دخترم به خاطر پول پیدا کردن. اینا اگر غیرت می داشتن، تلخه می داشتن، اول یک مرد باید خودش غیرت همت پول پیدا کنه، بره پول پیدا کنه، از راه حلال برای خود رزق و روزی پیدا کنه، نه سر دختر خود، نه سر ناموس خود، نه سر سنوی خود، نه سر برقم. حال هنوز 40 از این دختر پورا نشده تا بالا. اینا هر روز برنامه میگیره به خاطر از که باش که ما پول پیدا کنیم و گپای ما را، گپای واقعیت ها را کلش پنهان. همی سوسن، همی کیان که یک داماد یک خانه است، که داماد یک خانه است که اونا حقایق پت میکنن و گپای خود فیلم های قبلا هم میکشن، ویدیوهای قبلا هم میکشن که ما این تو خوشحال بودیم و تو بودیم این گپا دروغ است. در صورتی که اصلا کلی گپا همی که در چینل یوتیوب هم که بردم، دختر ما درستش دخترش بود، فرزند سنویش بود، اختیارش داشت و یه را ما را اختار گویا برای ما گفت که تو خانم خودم از دلم که ما در یوتیوب میبرمش، دلم سرش برنامه میگیرم، هر کار میکنم، از تو خلاص شد، تو حق نداری و جبران برده بودش، اجباران برده بودش. دم 1 سال همی چینل یوتیوب سرش پیش می بود. دیگه اینا تقاضا از شما ریپورت بزنن تا هر جایی که دوستاز چینل یوتیوب از امی کیانه اساساً باید ریپورت زده شه، به خاطر از اینکه یا جایی که دروغ نیافن باز اگر یک راست بگوین، یا برنامه تمام از فریبکاری، از دروغ، از چال، از نیرنگ، از فریبکاری و عوام فریبی است. تجارت سر شهید است، یا از خون شهید پیسه میگیرن. دیگه دل ما دقیقاً چینل یوتیوب نجیب خانم کسی کیهان و سلطان است؟ بله کاکا جان گفتم آیا دقیقاً چینل یوتیوب نجیب شهید پیش سوسن و کیهان است؟ بله پیش سوسن و کیهان است. بله پیش سوسن و کیهان است. قبلا خو فیاضم چینل یوتیوب داشت، چیز داشت که فرزند قبلا خانمش هم همراهش که مریم نام است کار میکرد و فعلا مریم در سرش چیز کار نمیکنه تصویری و پشت پرده سرش کار میکنه و او در خانه است. و سوسن
دیگه تصویری و تصویر می آید. هر وقت چندین برنامه گرفتن که ما تا سرش قار شدیم که چطور سر زخم ما تو نمک پاش میدی. ما اینجا در غمداری و درد و سرگردانی هستیم، تو برای ما هر روز اینجا برنامه میگیری، پشت پول میگردی، پشت پول پیدا کردن به این رقم پول. کاکا جان، سوالی که وطنداران میکنن، آیا قاتل نجیبه خانم و شوهر نجیبه خانم همراه شما خویشاوندی دارن یا خیر؟ البته دور از بحث زن و شوهری نجیبه خانم، دور از بحث از اینکه دامادتان هستن، قبل از اینکه دامادتان شوند کدام خویشاوندی با هم داشتین یا خیر؟ نه خیر، هیچ خویشاوندی نداشتیم، چون صرف از ما از منطقه ما یک اندازه نزدیک است، به نام مثل یک ولوس وره. ما از منطقه اصلا جای پدری ما شاتوت است و اینا منطقه شان منطقه قلعه شازیز است که تقریبا 1 ساعته راه از ما دورتر هستند و ای از دوستا و قومای ما هیچ یک خویشاوندی چیز نداشتیم امروز قرابت. درست. دقیقا فعلا در مورد اینمی قضیه قتل نجیبه خانم شهید دقیقا مریم چی میگه؟ چی نظریه داره؟ سوسن چی نظریه داره؟ و اقارب دیگری که در خانه نجیبه خانم شهید زندگی میکنن، البته نام ببرید که کیها در خانه نجیبه شهید زندگی میکنن و چی مفکوره دارن یا چی نظریه در این مورد قتل دارن. آیا تمامشان میگن خودکشی و یا کدامش هست که میگه مثلا نه خودکشی نیست، کشته شده؟ ما خو از وقتی که نجیبه شهید به قتل میرسه ما همراهشان رفته رو نداریم در فامیلشان، در خانهشان، و یک معلومات داریم که در خانهش همی 2 تا دامادش بود که فعلا یک دامادش حال در افشار سیلوس فیاض همراه مریم و حال فعلا کیان است همراه سوسن و یک همشیرش است دیگه، همشیر زادهش است دیگه، بعض اوقات کاکایش میاد در فامیلش دیگه. همین کاکایش شما را تهدید میکنه؟ بله همین کاکایش است دیگه. یک برادرش نزدیکشان است، هر دقیقه میره پیشش برادر میر غلام سرخی دیگه. دیروز یکی از کسایشان بوده که نمیفهم که خوارزادایش بوده یا فرزند یک امیکایان یک مدت را ایران رفته بود که از او کسای دوستای یوتیوبرش است یا هر کی بوده. ما همون مصاحبه را که داده بودم همراه با شما مصاحبه از ما گرفته بودین، حتی گفت که سوسن بسیار دلداری و چیز داده بود که رای نزن، برنده هستین شما، گوش کنی بر خطا نشی. در چشمای زمین با بزرگت ما بسیار ترس میبینم، بسیار ترسو، بسیار ترسناک است، این رقم است او رقم است. ما گفتم که ما یعنی قدر فکر ما امیال راسیان اساس نیست، چون که ما غم دیده هستم، ما مریض هستم، ما خاطره حافظه صحیح فعلا ندارم و با تشویش هستم، رنگ میبرم. البته شما تو غم دیده باشی شاید گفته باشی که از ما ترسید یا میترسه. میگه گوسفند نر برای قربانی آفریده شده، ما سر خون دختر خود جان خودم فدا میکنم و از خونش پرسان کردنی هستم و پرسان میکنم و از دولت اسلامی و امارات اسلامی خواهشمند هستم که هر چیز زودتر خون دختر مرا از این قاتل پرسان کنه و این را دستگیر کنه. کاکا جان، گفته می شود که فریدنام بعضی وقتها یا هم شاید اکثر وقتها با مواد مخدر سر کار داشت. آیا این گپ حقیقت داره؟ بله بعض اوقات چی که چندین بار این باین سفر کرده بوده و یکی 2 نفر اندیوارایش بوده همراهش رفته بوده در ایران مواد تیر کرده بوده و یک دفعه دستگیر هم شده بود دمو وقت سر مواد که در میدان هوایی بود فکر میکنم. بعدا
یک مدت قید هم تیر کرد سر از اون مواد برده بود دیگه. این گپ واقعیت داره. بله. و آیا خودشان معتاد مواد مخدر بود؟ خود فرید نام یا غلام سخی؟ خودش معتاد نبود اما همی کار مواد میکرد دیگه. اگر فرضاً که ما دیگه از نافگیش خبر نداشت. از نظر شما کاکا جان آیا فرید فعلا همراه برادرشان جای زندگی میکنن و یا هم قسمی که شما در مصاحبه گفتین پیش خواهرشان در بدخشان؟ حتما یا همراه برادرش است یا همراه دخترش است یا همراه خواهرش است یا همراه میکاکایش است، چون این جز اعضای فامیلش است. حتما یا مخفیش کردن یا قاتل مخفی ساختن. یک شب شاید به خانه یکیش باشه، یک هفته به خانه دیگهش باشه. نمی رقم و از طرف شب تا بعضی کسا از ما همسایه‌اش گفته بود که در ناوقت شب دیده شده که تا آمده در خانه خود خبر خانه خود گرفته پس رفته دیگه. این رقم گپا است دیگه. اینطور برای ما 100% معلوم نیست که در اینمی خانه دقیق است. اگر معلوم می بود که در خانه خوار خود یا در خانه دختر خود دقیقا است، ما نمور اوزر خبر میکردیم و خانه را محاصره میکردیم و او را دستگیر میکردیم. آخرین باری که شما نجیبه شهید را دیدار کردین در چه حالت دیدار کردین و چه وقت بود؟ آخرین باری که دیدار کردیم همراه نجیبه شهید دخترم دمو وقتی بود که ما یک موضوع خوشی داشتیم که دمو شب شینی خوری یک سبایش دیگه سبایش شینی خوری یک بچه بود که او در هلند زندگی میکنه. ما بود برش یک شیرنی گرفته بود، باز یک شینی خوری. همون شب کارت نویسی داشتیم. همون شب که این را لط کوب کرده بود، بانه گرفته بود چیز سر از موضوع شیرنی خوری، چیز سر موضوع سنوی خود خب بانه جویی کرده بود. فرید بسیار این را تهدید و لط کوب کرده بود که آمد. همون شب در ساعت 10 بود یا 10:30 شب بود، دقیقا یادم نیست، که آمد دروازه ما را زد و بسیار هیجانی بود و ما بسیار همطور یعنی واقعیتش اینقدر به تعجب افتادیم که در این واده شوی چطور در این واده شوی آمده و همراهش کسی اگه می بود از اعضای فامیلش میگفتیم خیر است میمان واری آمده یا ناوقت یا وقت پروا نداره. با از که سوال کردم ما گفتم دختر جان چرا تو در این واده شوی تو رکایی آمدی؟ خیلی یک دخترت کتید نه، یک بچهت کتید نه، شوهرت کتید نه، چه رقم آمدن است؟ این گفتک مرا اینمه قدر گفت که مرا اینمی شوهرم از خاطر اینمی سنویم تهدید زیاد کرده که بچهش هم همونجا موجود بود. همین نویدنام گفت که مرا میگه که مامای چی حق داره که تو را میبره، گاهی پشت کارت شینی خودی میبره، گاهی خانه خالت میبره، گاهی باز ما برش گفتم که بچه ما نه کدام معتاد است، نه کدام تریاکی است، نه پودری است، تحصیل کرده است، پدر کرده است، انجینر است، انجینر برق است، یعنی اصل نسب داره، شکر هر چیز است. او افتخار کنه که مامای خود میکرده، چرا تو تهدیدش میکنی؟ باز همی فرید میگه مرا گفت که والا میکشم پایت مشکنانم که دو تشینی خودی از این بیادرت بری و کت از این بچه دیگه بگرده از طرف ما این بچه ما باز آخر اینه به این اندازه تهدیدش کرده بود. بالاخره بسیار لط کوبش کرده بود تا وقت شوی که به تضمین این بچهش من نمیموندمشان نموشه که بره. آخری دیدار ما کتشون نموشه بوده و نمیموندمش که بره. گفتم باشه نردیتان اینجا بعضی کسا از یاد ما میره، فراموش میشه که کارت نوشته میکنه، شما بعضی دوستا را خبر کنه. نمی نوید نواسه ما گفتم، همی دختر ما گفتم خیر ما زنگ میزنم در خانه دمو شوهر لعنتی دور از این مجلس، ما زنگ میزنم که امشب ما یارو نگاه کردیم کارت نویسی داریم با صبح بریم. باز این بچهش مانع شد که نه ما میریم با بزرگ ما میریم. هر رقم شب ما نمیمونم که دیگه پدرم سرش پشون ترشی و قتلخی و لط و کوب دیگه و کنه. گفتم بیخی خاطرم جمع باشه. گفت ها جمع باشه 100%.
مادر خدا با زمواری می بچهش همین نویدنام برد از خانه ما. برد. ما گفتم من قلبم عملیات شدگی است، من نمیتونم که در تپه خانه ما تاوا مسافت داشت، تپه بود، کوه بود. ما گفتم من در اونجا بالا شده نمیتونم در این ورده شو، اگر نیم رایتون میرفتم. و فعلا خیلی که میرین اینمی قدر فکرت باشه که جرابست دیگه نکنن و نمانیشون که جرابست کنه. اگر جرابست هم میکنه برای ما داخل یک زنگ بزن، زنگ بزن. هیچ نشد من موتر میگیرم میایم خانه تان، نمیمانم که گپ از زیادتر بزرگتر و کلانتر شود. بخی با بزرگ بیغم باش. بیغم بودنشون امروز که صبح رفتیم که سر جنازش گفتم ما میرقم بیغم ما ساختیم دیگه. دیدیم ما حلقم خوش شد، خدا دست پای خدا دیگه بخیم گم کردم و جانم زاریات گشت، حلقم خوش شد. قریب خودم مرده بودم، از مرگ خودم دیگه چیز نمانده بود. نگذارم که تکلیف قلب داشته باشه حتی جزوی بر از او تشویش زار مقاتل است. چی بانه به ای که ما 3 وال قلبم از فرنگ تیر است و بسیار وقت کم میشه. ما مای 5000 6000 تا 10000 پرکت معاینات خود ماهانه ما دوا میخورم. امیال میتونین که شما دوای مرا تصویری ببینین، همه شوا از دکتر مالوج ما نمرهش میتونید سوال کنین، جواب کنین، ببینین، معلومات بگیرین. که حتی ما در زینه اجازه ندارم که در زینه تا بالا شوم، در جای خیز از نمیتونم، وزن 1 کیلویی را بالا کردن نمیتونم. اگر نه ما یک دکانه که داشتم، یک کار روزگار داشتم، کلش از دستم رفت. فعلا از یک طرف خانه نشین هستم، از طرف دیگه این رقم چیز در عملیات هایم خرج شد، مصارف شد، چیز این رقم غم برای ما پیش شد که فرزندم، دخترم، اولادم توته الماس جگرم رفت، هم بدر تاوانیش بایی شدیم که قرضدار و پریشان شدیم که مصارف از روز اول تا اینمی 40 شام که تقریبا اینه همین روز جمعه که گذشت 40 برش گرفتیم. تقریبا زیاد مصارف شد. شما میتونین معلومات گرفته از همسایه، از کل مردم. دیگه برش ختم گرفتم. از ما اولادم بود، گفتم سر ما صدقه کنم به خاطر از که اولاد توته جگر است. دیگه کس خو با مچی گفته و نمیره برنامه خود صرف میکنن. از داماتش چی میره، فرض مثال از دخترایش از فامیل جدا شد رفت پشت کارش. دیگه از ما اولاد بود تا وقتی که جور بود از پیش استفاده کردن. وقتی که دفن خاکش رقمش کردن، از بین بردنش، کل غمداری و جنجال و کل چیزش سر ما افتاد. تا به حال رتبالم میدویم در قضیهش که باش که خدای پاک ایره در پنجه قانون گرفتار کنه و ای به جزای اعمال خود برسه که یک اندازه غم ما سکین شود. کابلی صاحب بزرگوار اگر با عنوان آخرین سوال از حاجی صاحب پرسان کنین که یکی خو ناوقت هم از یک حاجی صاحب مریض است، به تکلیف میشه. درست است. کوکو جان عزیز، خواستتان از وطندارا یا از بیننده هایی که فعلا در لایف 500 نفر حضور دارن چی میتونه باشه؟ اگر شما ما قبل از اینکه شما در لایف بیاین یک برنامه داشتیم که ما به وطندارا یادآوری کردم که با اجازه خودت اگر شما اجازه بدین که ما یک کمپاینی را برا بندازم یا با وطندارایی که از این قضیه خبر هستن و فعلا چهره شما برشان شناسا است طلب کمک بکنم. هر کسی در هر حد اندازه اگر کمک بر شما بکنه خانهش آباد. اگر شما اجازه میتین، اگر خواست شما است که امی کمپاین یک راه اندازی بکنیم یا امی توقع را یا درخواست از وطندارا بکنیم که بعضی از کمک های ناچیزی را اگر میتونن به شما بکنن، آیا اجازه خودتون است؟ ما میخوایم این موضوع را بگویم چون من برای حاجی صاحب در ارتباط هستم. البته چندین بار است که دیدیمش، خانه رفتیم. حاجی صاحب از فقر رنج میبره، البته مریض هم از به اون لحاظ من موضوع را میخواستم خودم هم یاد کنم. دیگه خوب شد که شما هم یاد کردین، حال صحبت میکنه خودشانم. درست. تشکر از لطف و مهربانی شما دوستا. ما برادر همه قدر وقت روزی رسان خالق است، روزی رسان خالق پاک است. ما امروز تا وقتی که در رگ ما خون است
انشالله که ما یعنی دست به فقر دراز نمی کنیم دیگه. صرف که کمک دوستا که میشه، فرض مثال تا ما تو چیز نداریم که فرض طلبان باشیم از کسی که برای ما کمک کنین یا یک رقم. اگر خود دوستا دلسوزی میکنن که کسی تا توانش که فرض مثال کسی علنی نشه و اینطور در تصویر نبیاییم دیگه، خدا خیرشون بده. درست است کاکا جان عزیز. ما با وطندارا فقط اینمی گفتنی را دارم. وطندارای عزیز، ما با کاکا جان در تماس هستیم. دوستای ما رفت آمد دارن به خانهشان. هر آن مبلغی که میخواین بفرستین، ما براتون فکر کنم که شماره کاکا جان خودم باز براتون میفرستم. در صفحه ما پیام بتین، ما هماهنگی میکنم همراهتان و کمکایتان انشالله به کاکا جان میرسه. و دوستایی که تا این اندازه یا تا این مرحله ما را همراهی کردین، از حضورتان بسیار زیاد تشکر میکنم دوستا. و کسانی که مثلا حواله کردن نمیتونین یا مثلا سیستم های پیپل تا بالا سیدا همراهتان ما هماهنگی میکنم انشالله و رحمان، که تا بتانیم که کاکا جان در حد کمک بکنیم حداقل و دوا و دارو، چون یک پایش در محکمه است، یک پایش در حوزه است، یک پایش در سارنوالی است، یک کرای تکسی است، یک پیسه است تاز بالاست. خلاصه گپ همو خرچ روزمره است. در حد توان ما میفهم که دوستای ما در امریکا و کانادا و اروپا که زندگی میکنین 50 یورو 100 یورو یا 100 دلار و 50 دلار براتون کدام چیزی نیست. میفهم که همین کمک شما میتونین بکنین دوستای عزیز. به حد توانتون در پام در پس با کاکا جان کمک بکنین و دوستانی که همراهی کردن ما را حمایت کردن و دوستانی که در آینده کاکا جان را کمک میکنن، ما تشکری خاص میکنم ازتان. ببینین کاکا جان، وطندارا از وقتی که ما مصاحبه همراه شما داشتیم، ویدیوهای شما را نشر کردیم، ویدیوهایتان در یوتیوب ها نشر شد، وطندارا بسیار همکاری کردن، صدای شما را، صدای دخترتان را بلند کردن و ما تشکری خاص از وطندارایی که صدا بلند کردن، در صفحات خود ویدیوها را نشر کردن، از صفحات ما ویدیوها را در صفحات دیگه نشر کردن، در یوتیوب نشر کردن. دوستای عزیز از حضورتان بسیار تشکری میکنم کاکا جان. صدایتان خالی نمیمانه انشالله و رحمان. قاتلین به سزا و جزای اعمالشان میرسن با توکل الله متعال. و ببینیم وقت زمان نشان میده. تشکر از شما که باز هم با ما وقت دادین کاکا جان عزیز، و یک معذرت خاص که به تکلیف شدین و به جنجال شدین. انشالله که صحت و سلامتیتون را خوان هستیم. تشکر بسیار زیاد. و اگر در آخر گفتنی هایی دارین میتونین با وطندارا گفتنی هایتان داشته باشین کاکای عزیز. و دوستای عزیز، شما امو یوتیوب چینل خانم نجیبه را و دخترها و بچه هایش لطف کنین دست جمعی 400 نفر هستین برین ریپورت بزنین که یوتیوب چینل هایشان بند شوه، چون از خون شهید دارن درآمد میکنن. تشکر از شما. بفرمایید کاکا جان، گفتنی های آخرتان بفرمایید. از لطفت از گفتارت همی فرموده خودت که باید یک تقاضا از این دوستا داریم، یک خواهش داریم از دوستایی که در خارج هستن و در داخل کشور هستن که هر چیز زودتر همین چینل یوتیوب از اینا را ریپورت بزنن، به خاطر از اینکه اینا صرف کلش کار از یاد فریب، دروغ گفتن، فریبکاری، تا یک گپ از یا راست نیست. فقط یا از امرای دور از روی مجلس از رای بغیرتی نان میخورن، از رای بغیرتی به وی شکل یا سر دختر خود یا سر سنوی خود فامیلی هم یک چینل پیش میبرن. و ما می دوستا را که تقاضا کردی، خواهش کردی صرف به دل دوستا نگرده که پدر نجیبه شهید البته به خاطر خون دختر خود این مبلغ را که فرزند دوستا کمک میکنه برای ما تبلیغات سو نشه که فرزندی به خاطر خون دختر خود البته ای پیسه جمع کرد یا پیسه گرفت از دوستا برش کمک کردن. کمک است باید از دست چپ به دست راست خبر نشه دیگه. از لطفتان یک جان تشکر. این پیشنهاد از طرف ما بود کاکا جان عزیز. ما این پیشنهاد از همون شخصیت و از طرف خود دادیم. این به دوستا معلوم است که شما هیچ وقت تقاضا را نداشته بودین. همین پیشنهاد ما خودم کردیم. اگر کسی میکنه نور علی نور، اگر کسی نمیکنه هم نور علی نور. یک جان یک دنیا سپاس. سلامت باشین. خدای پاک زنده و زور آرام داشته باشین.
سلامت باشین پدر جان عزیز. انشالله که باز هم روح نجیبه شهید شاد به شما صبر جمیل خواهانیم. انشالله که روح روانش شاد باشه و قاتلینش به زودترین فرصت به سزای اعمالشان برسن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پدر جان عزیز. سلامت باشین. خب دوستای عزیز، کابلی صاحب بزرگوار اگر دوستان رضا باشه از لایف برو مک و حاجی صاحب به موقعیت کار اونجا برسونید. شما سلامت باشین، بخیر باشین. تشکر از شما انتقام پرست عزیز یا دوست عزیزم که در خدمت بودی و همکاری کردی. زحمت ها را بسیار میبخشی. بازم سلام علیکم و رحمت الله. علیکم. خدا نگهدار. خب دوستای عزیز، شما شاهد صحبت های پدرجان نجیبه خانم شهید بودید. واقعیت خیلی دردناک بوده کابلی عزیز. داستان زیکاکا را که شنیدیم خیلی یک داستان دردناک. دوستایی که با پدر نجیبه شهید میخواین کمک بکنین بر ما پیام بتین. انشالله ما براتون شمارش روان میکنم. برش اگر کمک کردین هر کاری کردین دیگه بازو کار خودتون است. اگر نکردین هم خانهتون آباد، اگر کردین هم خانهتون آباد. قضیه را شنیدین دیدین دوستای عزیز و من مطمئن هستم که بسیاری از دوستا ویدیو هم از قضیه گرفتن، ویدیو هم از برنامه گرفتن و در صفحات خود نشر میکنن. لطف کنین هر قدر که میتونین صدای این پدر ریش سفید و نجیبه شهید را بلند کنین دوستای گرامی و گرانقدر. انشالله و رحمان امی قاتل بخیر پیدا شوه و یادتان نره دوستا فکر کنین 300 نفر هستین، برین تیز ریپورت بزنین اونمو صفحه یوتیوب شانه، چون اون صفحه یوتیوبش دست سو استفادهگر ها هست که از خون شهید کابلی عزیز اگه امو چینل یوتیوب امو نام چینل یوتیوبش اینجا بگوی به من دوستا که امو جبران یک دسته جمعی ریپورت بزنن خیلی خوب میشه. امو یک نشان بده. چند جانش خود پدر جانشان بوده که چینل یوتیوبشان باید خراب شوه. دوستایی که آشنایی با چینل یوتیوبش دارین لطف کنین یک کامنت بدین. من کامنت پن میکنم چون چند نوع چینل های یوتیوب است. من خودم دقیقا آشنایی زیاد ندارم با او چینل. چند دانه است باید تمامش چیز کنین ریپورت بزنین. دوستا خودشان میفهمن امو نام که سرچ کنن پیدا میکنن انشالله و رحمان. و دوستایی که ویدیو گرفتین لطف کنین یک چینلشون به نام سوسن کیهان است یا کیهان سوسن بلاگ و چینل دیگه شون نمای زندگی است به نام نمای زندگی. نمای زندگی امو که خانم نجیبه امو چینل کار میکرد به نام نمای زندگی است که دقیقاً من کامنت پن کردن نمیتونم به خاطر نوکر افغان بالا است. دوستای عزیز فقط از لایف با امید ازی که ویدیو گرفته باشین و ویدیو رو نشر بکنین انشالله تعالی. اگر کدوم خبر جدید بود یا تا یا بالا ما همراه پدر خدا بیامرز در تماس هستیم و شما را انشالله که اطلاعات بیشتر میتیم تا برنامه بعدی. دوستا شما را به الله یکتا میسپارم. تشکر از اینکه حمایت کردین، تشکر از اینکه با ما بودین و نجیبه خانم شهید را در دعایتان از یاد نبرین و دعا کنین تا قاتلین انشالله تعالی به پنجه قانون سپرده شود. ما فکر کنم که کدام دوست ما میخواه کدام چیز بگویه. خب بازم خیر باشه. نوکر افغان از خودت تشکر دوستای عزیز. نوکر افغان صفحه است که اینمی قضیه را همراه ما پهلو به پهلو پیش برده. با تلاشای فراوان نوکر افغان ما توانستیم با پدر نجیبه خانم به تماس شویم. البته نوکر افغان یک تن از دوستای ما هستند که همیشه همچو قضایا را پیش میبرن، همچو برنامه‌ای دارن. بچه بسیار شجاع، بچه بسیار با شهامت. اگر کدام برنامه بود ما گرفتم از صفحه خود ما هستم، اگر نبودم نوکر افغان گرفت. دوستای عزیز ما یکی هستیم، یک تیم هستیم و همیشه برنامه را یک جای پیش میبریم و شبم نوکر افغان شاید یک برنامه داشته باشه در مورد یک آقایی که گویا خانمش از پیشش رفته و یا هم یک مشکل فامیلی است. نوکر افغان یک برنامه امشب داره، شاید پسانهای شب باشه. انشالله صفحه فالو داشته باشین و برنامه را ببینین و
نظریات شما دوستا همیشه به ما لازم است و مهم است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از تمام شما.